عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ویند. من کاوه با قسمت دیگری از مجموع برنامه تاریخ تمدن در خدمت شما عزیزان خواهم بود و امیدوارم که بتونم که شما رو هرچه بهتر و بیشتر با تمدن‌های دنیا آشنا کنم. همونجور که میدونید در این برنامه ما بررسی میکنیم کتاب تاریخ تمدن آقای ویلیام دورانت رو و در واقع کلیه مطالب ما برگرفته از کتاب تاریخ تمدن آقای جیمز دورانت است. در قسمت قبلی و در برنامه قبلی اشاره به تمدن پارس کردیم و در واقع شکلگیری این تمدن رو برای شما عزیزان توضیح دادیم و نقل قول کردیم آنچه را که آقای ویلیام دورانت در مورد تاریخ تمدن پارس برای ما در واقع ارائه کرد. و خب به اینجای رسیدیم که کوروش هخامنشی که یک جوان 20 و چند ساله دلیر و غیور بوده به سلطنت میرسه و در واقع میتونه که فتوحات زیادی رو انجام بده و دستگاه اداری دولتی بسیار منظمی رو به همراه سپاهی بسیار عظیم و منظم تشکیل بده. و خب به شورش کمبوجیه اشاره کردیم که پسر کوروش بوده و با کشتن بردیا برادر خودش تونسته که به سلطنت برسه. و خب در این برنامه بررسی خواهیم کرد دوران تمدن و سلطنت ایران رو در زمان داریوش هخامنشی که او هم یکی از بزرگترین پادشاهان تاریخ ایران بود. آقای دورانت به این مسئله اشاره کرده که از میان شورشیانی که در زمان کمبوجیه بر علیه سلطنت قیام کردند شخصی به نام داریوش حکومت رو به دست میگیره. داریوش میتونه که تمام آشوب‌ها رو در شوش، بابل، ماد، آشور، ارمنیه و سرزمین سکاها به طور همزمان فرونشان و در واقع به طور همزمان اونها رو قطع بکنه. لشکریان داریوش از تنگه بوسفور و رود دانوب گذر میکنن و در جنوب روسیه تا رود ولگا میتونن که پیشروی کنن. از سمت شرق از افغانستان گذر میکنن و به دره سند اونها میرسن. دولت شاهنشاهی پارس که در زمان داریوش هخامنشی به منتهای درجه بزرگی خودش رسیده بوده شامل ایالات و ولایات بسیار زیادی می شده که از جمله این ایالات ما میتونیم به این سرزمین ها اشاره کنیم که مصر، فلسطین، سوریه، فنیقیه، لیدیا، فریگیا، یونیا، کاپادوکیا، کیلیکیا، ارمنستان، آشور، قفقاز، بابل، ماد، پارس و آنچه که امروزه به نام افغانستان و بلوچستان معروف هست به همراه باختر رود سند در هندوستان، سینیدیا، باکتریا و جایگاه ماگاستها در قبایل دیگری از آسیای میانه رو کوروش و بعد از اون داریوش میتونن که به قلمرو ایران اضافه بکنن و در واقع سرزمین ایران رو به 20 ایالت یا ساتراپ نشین اونها تقسیم کرد. حکومت داریوش آنچنان وسیع و پهناور بود که تا این زمان هرگز در تاریخ هیچ امپراتوری و هیچ حکومتی رو آقای دورانت اشاره کرده که به پهناوری و بزرگی ایران در زمان هخامنشیان ما نمیتوانیم که پیدا بکنیم. آقای ویلیام جیمز دورانت همچنین به این موضوع اشاره کرده است که در زمان پارس و در زمان خصوصا داریوش هخامنشی جمعیت ایران بالغ بر 40 میلیون نفر بوده که در اون زمان جمعیت بسیار بالایی حساب میشه و تقریبا یک عدد نجومی بوده برای جمعیت یک سرزمین. و خب نواحی رو که اونها برش در واقع تسلط داشتن اشاره کرده که همین ایرانی نیست که امروزه وجود داره بلکه فارس در واقع ناحیه‌ای بوده است بسیار کوچک در سرزمین ایران کنونی که در مجاورت خلیج فارس قرار داشت. سرزمین پارس رو امروزه در ایران تحت عنوان فارس مینامند و خب پارسیان
در ابتدای تاریخ خودشون به زبانهای گوناگونی سخن میگفتند. فارسی باستان زبان دربار و بزرگان قوم در زمان داریوش اول به شمار میرفته و این زمان با زبان سانسکریت پیوند بسیار نزدیکی رو داشت. این خود نشان میدهد که آن دو زبان لهجه‌هایی از زبانهای قدیمی تر بودند و خب این هر دو لهجه از خویشاوندان بسیار نزدیک زبان انگلیسی امروزه به شمار می روند. از لغت فرس قدیم دو شاخه زند یعنی زند اوستا و شاخه پهلوی به وجود اومدن و خب در واقع این رو آقای ویلیام دونانت بهش اشاره کرده که از همین شاخه است که زبان فارسی کنونی پیدا شد. پارسیان برای نوشتن اسناد خود خط میخی و الفبای هجایی آرامی رو به کار می بردن. یکی از بزرگترین دستاوردهای پارسیان در اون زمان این بوده است که هجاهای سنگین و دشوار بابلی رو تونستن که آسانتر کنن و عدد علامات الفبایی رو از 300 به 36 برسونن و با این علامات رفته رفته در واقع از صورت مقاطع هجایی به شکل و شمایل الفبای میخی در واقع برسه. زندگی پارس به سیاست و جنگ بیشتر از مسائل اقتصادی بستگی داشته و ثروت آن سرزمین بر پایه قدرت بنا شده بوده، نه بر پایه صناعت. ارتش پایه اساسی قدرت شاه و حکومت شاهنشاهی به شمار می رفت، چرا که دستگاه شاهنشاهی تا زمانی سر پا می ماند که قدرت در واقع جنگ و قدرت اون نیروی مقابله با دشمن رو میتونست که در خودش نگه داره و در غیر این صورت اگر چنانچه خللی به ارتش سرزمین پارس وارد میشد کل اون سرزمین از بین میرفت. از اینکه تا انتهای یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های تاریخ تمدن من و گروه همکارانم رو همراهی کردید از شما سپاسگزار هستم. تا برنامه بعدی و تاریخ تمدن بعدی وقت بخیر، خدا نگهدار.